تحولات اخیر سازمان ملل متحد که در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بود نشون داد که دنیا بیدار شده و پیروزی هایی که در منطقه برای خط مقاومت و جبهه مقاومت پیش آورده موجب شده که اونهایی که حتی به وجود آورنده این رژیم غاصب بودن و اعلامیه بالفور رو صادر کردند هم در این تحول بین المللی رأی مخالف بدهند به نظر امریکا و عده‌ای غایب شدند و عده‌ای هم رأی ممتنع دادند. تعداد کسانی که با آمریکایی‌ها همراهی کردن به انگشتان دست نمی‌رسید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این یه توهمی است که صهیونیست‌ها دارند و حتی همراهان مرتجع منطقه مجبور شدن در سازمان ملل متحد و در سازمان همکاری‌های اسلامی رأی علیه اسرائیل بدهند. مخالفت علیه سیاست‌های آمریکا رو تو منطقه به دست گرفته. نشون دهنده این است که این استعمارگر پیر هم احساس خطر کرده و لذا در مقابل سیاست‌های آمریکا ایستاده و این که می‌بینید در شورای امنیت اعضای اروپایی و در مجمع عمومی اعضای اصلی اروپا حضور مردمی در صحنه مبارزه، شکل‌دهی مقاومت مردمی در برابر تهاجم‌های برساخته غرب مثل داعش. بالاخره شما اگر هشت شعبی رو در عراق دارید یا حزب الله رو در لبنان دارید، اینا نیروهای مردمی هستند که در حالت عادی ویژگی نظامی نداشتن. عرب سعودی و امارات هستند تحت عنوان ائتلاف ضد یمن. جایگاه بسیار مهمی در جهان عرب داره، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ مبارزاتی و این که حالا دولت مصر چه تصمیمی داره اونو بنده اطلاع ندارم و در مورد آنچه که شما هم اشاره کردید در زمینه‌ای که در سرزمین‌های اشغالی فراهم شده در جهان اسلام، زمینه‌ای است که اگر نگوییم بی سابقه است کم سابقه است. نمی‌کنن و این پیش بینی هم درسته که این موجی که برخاسته این موج خاموش شدنی نیست و آتش به انبار باروت زدن با این مسلمانانی که این همه صدمه کشیدن از جهان اسلام، که صدمه کشیده از زیادخواهی‌های امریکایی‌ها، کارهایی که این ترامپ کرده و حمایت‌های یک جانبه از رژیم صهیونیستی و این کاری که جناب عالی این اتهامات که در روزهای آخر زیاد شده می‌تونی مقدمه برای تبدیل ایران به دشمن اصلی منطقه می‌باشد؟ اینکه مردم رو تصور می‌کنن مردم دنیا اطلاع ندارن و لذا تبلیغات سوء و کاذب می‌کنن تا اینکه طرف‌های مقابل بدانن که هیچ راهی ندارن جز اینکه حقوق فلسطینی‌ها رو به طور کامل به اونها بدهن و کل سرزمین فلسطین آزاد بشه و اونهایی که مهاجرت کرده بودن از جای دیگری به فلسطین آمدن، اونها برن و ساکنین اصلی سرزمین فلسطین حکومت خودشون رو تعیین کنن.